نبیند گفته خود ضرر میبینی. یک لحظه بهترین رو برای تمام عمر در خاطر داشتن مثل گوهره که چشم نگاه میداری. برای همین نترس. میگذرد. اومدم یک دقیقه. حاضره؟ قادر؟ کریم؟ خوش آمدی برادر. تشکر. تنجیست؟ هیچ، گفتم یک تو رو خبر گیرم. یک چیز رو پرسیدنی بودم. مادرت در خانه است؟ مادرم؟ مادرم نیست. چی بود؟ همینطور یک پرسیدم. اینجا بیا حیوان، اینجا بیا. ایست در اینجا، ایست. آرام شو. چی شد؟ تو با کدام دست تلفن رو می‌داری؟ من حسرت. تو با کدام دست تلفن رو می‌داری؟ با همین دست ده؟ چیکار می‌کنی دست رو؟ با همین دست تلفن رو می‌داری؟ یعنی تو زنگ می‌زنی؟ یعنی تو به خواهری من زنگ می‌زنی؟ یعنی تو زنگ می‌زنی؟ قادر؟ به خواهری من زنگ می‌زنی؟ او رو آرام نمی‌گذاری. ایستا. اینجا بیا. بس آرام شو. اگر باری دیگر تو رو همراهی اسناد ببینم می‌کشم. آرام شو. یک طرف ایست. رفتم. بر پدرت لعنت نامرد. دوستم یک لحظه است. آرام شو التماس. من جزای او رو خوب ندادم. قادر سرده مرا، سرده. دوستم قربانش شوم. فکر مادرت، فکر خواهرت رو بکن. نه با نه. کسی حق ندارد که خواهرم را آزار دهد. فهمیدی؟ کسی که خواهرم را آزار میدهد جیگرش را میکنم. فهمیدی با؟ شد دوستم، میدونم. گوش کن. کسی که مادرم و خواهرم را آزار دهد جانش را میگیرم و در هفتم قبط زمین گور میکنم. فهمیدی مرا ایبو؟ فهمیدی؟ رفتیم دوستم، رفتیم به خونه. در اصل حسرت به تو احتیاج دارد. تو حالا نگفتی که من با اونها اکا میباشم؟ اکنون به اکا احتیاج دارد. رفتیم. خوش آمده جنابی کباب. تشکر. تو به فابریکه رو، من به تو زنگ میزنم. خوب شده است. در اینجا چی گپ است امک احمد؟ با کدام معنی دخترم؟ در اینجا مرد با مرگ دست به گریبان است. برای چی اکای کمال و اپای سوزان به عده نرفتند؟ شما از همه چیز با خبرید. آنها برای چی رفتند؟ پدر و مادرم به عده نرفتند. آخر در ادنه چی کار دارن؟ با کم کمک کردنی بودن، از همانجا کمک میکنن. بیبی جان شما از این خبر داشتید؟ تنها وقتی که بعدا بیایی هم خوبه میشوی یا اینکه به استانبول هم میرود. بی تربیه نشو. التماس درباره تربیت سخن مکن. سوزن گوش کن. من و نیلگون و من نام این زن رو دیگر نگو.
من و او یگان بار یک جای نبودیم. آن مناسبتی که تو فکر میکنی بین ما نیست. میان ما یگان پیوستگی نیست. یک جای نشده بودند. خوابت را به آب نقل کن. در ادنا زنی دویم داشته است. هم خوابه نشده است. من باور کردم. ای خدا، تنها کمی صحبت کردم میگم، نمیفهمی؟ هیچ کار نکردم. خلاص جناب کمال به او کمی پول میدید و او دیگر تو رو آزار نمیدید، فهمیدی؟ یکون کاری خطا نکرده باشی. گپ را زیاد نکن. خای نیلگون، در آخر امروز همه کار نتیجه مییابد؟ من نمیفهمم این زن برای چی اینجا میآید؟ شاید به ما کارشان افتاده باشد. اینقدر سال حقیقت رو پنهان کن، اما وقتی که پسرت به حادثه ناخوش دچار شود، زنت را گیرو راست به ادنه بیا. اینجا انیق چی گپی هست؟ قادر راست میگوید. چی گپی هست؟ چیزی باشد کمی پس میفهمیم. شما خوب هستید مادر؟ چطور خوب شود؟ بعد از سالهای طولانی با سوزن ایپکچی وا میخورد. دو زنی که یک مرد را دوست میدارند بار اول وا میخورند. به مانند فیلمی ترس و هراس است. شدت، جنگ و جوش، دراما، چیزی که خواهی همش است. تقا باز پرواز کردید، میفهمید؟ خیر شد. خیر حاصل کردیم. چی شد؟ اینه بینیده. قادر آمدن. مادر، ما از چیزی شرم نمی داریم. ما نباید از چیزی شرم داریم. فهمم. شما ایستید مادر، من می بینم. سرتان را خم نکنید.